بی‌حسابی‌ها و خسارت‌ها حداقل در 10 استانه که همه رو باید واقعا رحمت جواب بده. انصافا هم میگن بعضی وقتا بعضی خبرها بخشی از گزارش‌ها بخشی بی‌انصافی‌ها. درسته هر چند انسان میگه ما برای خدا و برای مردم کار میکنیم، ولی خب وقتی شما خبر جعل و دروغ نسبت به خدمات رسانی یک نهاد تو فضای مجازی میره، همین بچه‌ها که دارن کار میکنن بی‌انگیزه میشن. میگن چه خبره؟ ما اینا کار میکنیم دارن اینجوری میکنن. به جایی که من اینجا میگم من اون برنامه تلویزیون رو دیدم اون شب، دیدم تو رادیو گفتم واقعا من نمیدونم از کی مسخره کردن و تحقیر کردن مردم و ناامید کردن مردم و بی‌اعتماد کردن مردم و توهین به مسئولینی که بر اساس رأی مردم هستن شده اسمش هنر. ما چنین هنری سراغ نداریم. حتما با آدمی است که برخورد کنه. عذرخواهی فایده نداره، باید برخورد کنیم با این مسئله. بعدش هم ادعی میگه نشستن برای مسخره کردن و تحقیر کردن یک کف میزنن. اینا بدتر از اون. مردمی که همون شب توی سیل گیر کرده، مگر سیل را دولت آورده، مگر سیل را مسئولین آورده، مگر سیل بالاخره ما کشور ما سیل‌خیزه. همه جای دنیا میره. همه جای دنیا میره. شما میبینید در آمریکا وقتی سیل آمد رئیس جمهورش با افتخار اونجا نشست. من خیلی عذرخواهی میکنم از شما. دستمال توالت به طرف مردم پخش می‌کرد، فیلم می‌گرفتن، مثلا تشویق می‌کردن، اون کار مهم. اینجا همه کشور اومدن پای کار، از رهبری رئیس جمهور همه اومدن پای کار، ولی یک آدمی به اسم هنر میره اونجا همه رو مسخره میکنه و برای کف میزنه. قابل بخشش نیست، واقعا قابل بخشش نیست. ما میترسیم که به دست اهلش نرسه. یعنی کسی که آسیب دیده اصلا بهش نرسه، اون کسی که اصلا آسیب ندیده سه تا بهش برسه. این بده. وگرنه ما میگیم آقا وقتی به همه برسه، باید 20% اضافی برسه. اینا خیلی ما بخل نداریم وقتی این کار رو انجام میدیم. در تغذیه خب هلال احمر مسئول این کاره. من از دیشب دستور دادم که در این استان‌های 4-5 گانه ما موکبه‌های ایام اربعین فعال بشه. همه‌شون ما تامین مواد غذایی دیشب کردیم. یعنی بنده هم با وزارت سمت صحبت کردم که برنج و حبوبات هرچی دارن، هم با وزارت جهاد صحبت کردیم که گوشت ورزی دارن، در اختیار این موکبه‌ها قرار بدن. مسئول موکبه‌ها آقای پولارک که در زمان اربعین میشن. همه استانداران نامه نوشتیم که همه به اصطلاح کمک‌هاشون در قالب موکب‌ها باشه. اینجا آقای استاندار بیرون موکب‌هایی که بودن فعال بشن، غذا درست بکنن، روزانه غذا به مردم بدن. اینا کمک هلال احمره. ما کماکان هلال احمر مسئول می‌گیریم. اینا کمک هلال احمره. بنابراین ما مشکل تغذیه رو تا الان نداشتیم. ما ان شاءالله از امروز دیگه قطعاً مسائل حل میشه. از حق نگذریم. مسئولین همگی سر صحنه حادثه حضور داشتن. الهی بگردم همه تا کمر رفته بودن توی آب، پا دوچرخه می زدن. هیچی برای مردم یک کشور دردناکتر از این نیست که مسئولینشون رو با شلوار خیس ببینن. هر مسئولی که از آب می اومد بیرون سریع عده مردم می دویدن، چادر می گرفتن جلوش، می گفتن عوض کن نچایی. یه آقای گزارشگریم الهی بگردم خیلی لبند و دلبرانه تا اینجا تو آب بود، این میکروفونم بیرون بود، گزارش میگفت تو آب. انقدر دلبرانه بود رفتارش، فکر میکردی اون نصفش که زیر آب پریدریاییه. من دیگه نمیدونم چی بگم. سال گذشته همین موقع ها بود که دور همی تموم شد و من هر چه که بلد بودم راجع به مشکلات و اتفاقات کشور گفتم. به زبان تندیم گفتم. اما الان انگار هممون میگیم کاش پارسال بود. سال 97 دیگه شاهکار کردین. این وضعیت اقتصاده، این وضعیت معیشت مردمه، این وضعیت قیمت ارزه و این وضعیت زلزله و جدیدن سیل و این وضعیت هزار تا چیز دیگه. چی کار دارین میکنین با خودتون؟ چی کار دارین میکنین با ما؟ گفتن این ویژه برنامه 13 بدره. اوقات مردم رو تلخ نکن، به مردم امید بده. گفتم چشم، همه ما رو امیدوار کن، همه ما رو همینجوری امیدوار نگه دار، ما رو با امید خفه کن. چشم، اجازه بدید امشب چیزی نگم، حرفا رو بذاریم برای سری جدید دوران.